اون موقع خانم گرجی تنها زنی بود که تو مجلس خبرگان بود. من در واقع گزارش های مجلس خبرگان میخوندم، دیدم خانم گرجی هم مخالفت کرده. اولا پیشنویس قانون اساسی اصلا اشاره‌ای به جنسیت رئیس جمهور نداره. بعد هم این رو دادن به آقایون علما هم نظر بدن. مرحوم آقای گلپایگانی گفته بودن اگر بشه شیخ فضلالله نوری بشم اجازه نمیدم که زنها رئیس جمهور بشن. در نهایت اینا آمدن واژه رجال رو گذاشتن، در حالی که دستور زبان ما اصلا زبانمون فارسیه، قانون اساسیمون هم فارسیه. ما نمیتونیم واژه عربی رو بیاریم تو متن فارسی ترجمه فارسی بکنیم. حالا این رو گذاشتن. من یادمه خودم پای تلویزیون دیدم که از سعید بهشتی سوال کردن. مرحوم بهشتی بنده خدا چون مثل که پیشنهاد خودشون داده بودن مسئله رجالو، چون که یه چیزی که یادمه سوال کردن که این به چه صورته، این رجال منظور چیه؟ ایشون هم گفتن منظور نخبگان سیاسی است، شخصیت و نخبگان سیاسی است. منم این جمله رو نوشتم اون موقع برای خودم، تا الانم تو حافظه خودم اینو حفظ کردم و من مطمئنم گذاشتن رجال برای خاتمه دادن به اختلافات اون موقع مجلس خبرگان بوده. برای اینکه ثابت بشه به همون که قرآن هم نظرش این نیست، آمدم تحقیق کردم تو قرآن 16 مورد من واژه رجال گیر آوردم. 16 موردی که گیر آوردم 3 مورد یا 4 مورد معنی مردان رو میداد، اونم به قرینه جمله، بقیهش تماماً به معنای در واقع به معنای کلی نخبگان و اهل فکر و دانشمندان و افراد جسم است. اتفاقا چند تا عیب داریم، یکی مسئله حالا جنسیت و یکی هم مسئله جنسیت و سیاست، این دوتا برخورد. حالا ما حرفی نداریم، اونا که سیاسی نیستن یا دیدگاه های سیاسیشون رو آقایون قبول دارند اونها رو تایید کنن، چه اشکالی داره؟